به کانال من خوش اومدید. امروز میخوام بهتون یاد بدم چطوری شماره مجازی درست کنید. ولی اول بهتون میگم که شماره مجازی اصلاً چی هست و چه کاربردهایی داره. شماره مجازی یک شماره تلفنه که سیم کارت فیزیکی نداره. یعنی ما بدون داشتن سیم کارت فیزیکی به اسم خودمون از این شماره استفاده میکنیم. برای ساخت حساب توی پیام رسانه‌های مختلف مثل واتساپ، تلگرام و سایت‌های مختلف که از شماره ایران پشتیبانی نمی‌کنن. این شماره‌ها یه سری معایب و فواید داره که در ادامه بهتون میگم. اول از فوایدش میگم براتون. حفظ حریم خصوصی، چون لازم نیست شماره واقعی خودتو به کسی بدی. برای مثال اگه توی تلگرام کسی شماره اصلیش شما رو داشته باشه و شما با اون شماره اکانت درست کنید، تلگرام به اون فرد میگه که شما وارد تلگرام شدید یا تلگرام دارید، ولی با شماره مجازی این مشکل رو ندارید. داشتن چند اکانت مختلف بدون خرید سیم کارت. معایب شماره مجازی: ممکنه بعد یه مدت از کار بیفته و به یکی دیگه داده بشه. بعضی سایت ها شماره مجازی رایگان رو در دسترس کاربرا میذارن که همزمان به چندین نفر ارائه میشه و هر کسی برای کارهای متفاوتی ازش استفاده میکنه. اما نگران نباشید، استفاده از شماره مجازی هیچ مشکل قانونی برای شما ایجاد نمیکنه. حتی اگه فردی باهاش کار بدی انجام بده، مسئولیتی به عهده شما نیست. مثلا اگه من از شماره مجازی برای تلگرام استفاده کنم و شخص دیگه‌ای از اون برای فیسبوک استفاده کنه، شماره‌های مجازی رایگان ممکنه بعد یه مدت از کار بیفته و اطلاعاتتون مثلا توی تلگرام یا حالا جاهای دیگه از بین بره. شما میتونید به دو نوع شماره مجازی رو تهیه کنید. یک، اونو بخرید. دو، اونو به دست بیارید. چطوری بخریمش؟ خب شما میتونید اونو از سایت‌های ایرانی یا خارجی به صورت یک بار مصرف یا ماهانه و روزانه بخرید که بعد مدتی که گذشت اون شماره دیگه به شما کد و پیامکی نمیده برای ساخت حسابتون تو پلتفرم‌های مختلف. چطوری به دستش بیاریم؟ یه سری سایت‌ها و برنامه‌ها شماره مجازی رایگان ارائه میدن که میتونید برای پیام رسان‌های مختلف ازشون استفاده کنید. ولی اینقدر کار براشون زیاد شده که دیگه نمیتونید به راحتی شماره بگیرید. و اگه اکانتی هم درست کنید، بعد چند ساعت یک نفر دیگه شماره رایگانتون رو به دست میاره. رسیدیم به بخش تاریک قضیه که بعضی از کاربرای تلگرام برای اینکه شماره مجازی به دست بیارن اونو میدزدن. اما چطوری میدزدن؟ برای مثال چند تا برنامه دوستیابی نصب میکنن و با حسابهای مختلف تو این پیام رسانهای دوستیابی فعالیت میکنن و سعی میکنن خارجی ها رو فریب بدن و شماره و کد ساخت حساب رو ازشون بگیرن. این شماره ها رو بعدها توی تلگرام به قیمت‌های بین 30 تا 300 تومان و حتی 1 یا 2 میلیون میفروشن و این شماره ها به خاطر تعداد رقم و پیشنمایششون ارزش ظاهری و کاربردی داره. برای همین راحت فروش میره. درست فکر کردید، از خیلی جهات اصلا به صرفه نیست، ولی اگه بازم نیاز داشتید که شماره مجازی تهیه کنید، در حال حاضر ما برای تلگرام اکانت‌های ارزون و با کیفیت موجود داریم که هم میتونید روی ایمیل خودتون لینکش کنید که کدها رو به ایمیلتون ارسال کنه و هم میتونید استوری بذارید بدون اینکه تلگرام پرمیوم داشته باشید. همینطور که میدونید استوری گذاشتن فقط برای کاربرای ایرانی محدوده و چون این شماره ها برای کشورهای غیر از ایرانه، استوری گذاشتن براشون آزاده و میتونید هر روز یه دونه استوری بذارید. برای خرید شماره مجازی میتونید تو تلگرام به آیدی من پیام بدید. این کانال رضایت مشتری مونه که تا حالا بالای 100 تا رضایت توی کانال پست شده و اگه یوتیوب ما رو سابسکرایب داشته باشید تخفیف هم میگیرید. این شماره هایی که به شما ارائه میدیم از سایت ها و سرویس های خارجی به صورت ارز و دلار خریداری میکنیم و در دسترس کاربرای ایرانی میذاریم. پس با خیال راحت میتونید از ما خرید کنید.